مال سانتافه است. خدای سویچ کویک این بود. لاماری. موهابی فکر نکنم سویچش اینقدر ظریف باشه. یکی از اون چیزایی که فکر کنم تا حالا کسی اصلا بهش توجه نکرده باشه سویچ های ماشینه. طراحیشون رو تا حالا کسی بهش دقت نکرده. امروز بچه‌ها یه ویدیو برای من درست کردن که توش سویچ های ماشین رو بالا نشون میدن. من باید بین این دوتا ماشین پایین انتخاب بکنم که این سویچ مال کدومشونه. به نظرم جالبه، شما هم همراه من امتحان کنید. بریم برای اولین سویچ. خب حدس من مازدا 3 به خاطر که رنگ قرمز معمولا تو ماشینای اشتباه گفتم مال کمری بود. خب حس میکنم SUVه به خاطر فرم کشیدگی این سویچه. درست بود، مال S5 بود. این طراحی فرم چرمش کیاه؟ چرم که نیست ولی خب طرح چرم آره درست بود، اپتیما بود. این خیلی شبیه مگان سویچ. اشتباه بود، مال چیز بود، سوزوکی بود. این مال چی؟ خیلی سخته. نتونستم، مال چیز بود، سانتافه بود. خب اینم با توجه به که اپتیما همین شکلی بود دیگه، اسپورتیج هم احتمالاً تو هم مایاست دیگه، اسپورتیجه. درست بود. این دیگه خیلی سخته. زد مال چی بود؟ زامیات دیگه. آره این لوگوش هم بر نداشته بدین دمت. این میشه همون زامیات. درست بود. لوکس بودن سویچه به ماشین آفرود اون شکلی مثل T9 نمیخوره. مال چیز آره دیگینیتی بود فکر کنم. این نمیدونم چرا احساس میکنم سویچ که کشیده میشه ماشین SUV میشه. یه حسش اشتباهه ولی فعلا که جواب داده همون اشتباه بود. جنسیس بود. من این سویچه رو دارم میبینم. زانتیاه. آره لوگوشو دیدم. آره مثل اینکه این ایده ما کلا اشتباهه که موهابی فکر نکنم سویچش اینقدر ظریف باشه. پژو بود. دارم این سویچ AX55 میشناسم. این مال چیز تویوتا پرادوه. درست بود. خب این سمند که این نیست، در نتیجه با حذف گزینه میگم تارا دیگه. شاهین که تارا دیگه. مازدا اولین چیز بود، اولین ماشین ماکسیما، چون قدیمیه خیلی سویچ قدیمی داره. این هم سویچ الان نشون نداد. چی بگم والا X60 بود، چی بود اسمش اصلا یادم نمیدونم. این دیگه این مال 200 مال 405 شکل نبود. آره خب این سویچ AX55 که گفتم این شکلیه. این AX55 یا همون وراکروزه که میگن. اوکی دنا نیست، میدونم سویچ سمنده که صندوق عقب هم داره، دکمه صندوق عقب. مال دنا رو نمیدونم چجوریه. درست بود. این چیه؟ این حدسم لاماری. خیلی سخته ولی من میگم لند کروز داره. درسته. خیلی هیوندایه، اصلا بنز نیست. کلا بنز آرمش روشه، توسانه. اوکی میگم بازم اینم همینجور بنز آرمش روی سویچ هست. یه ذره آرم مازدا هم دارم روش میبینم، اون خیلی هم پیکسلیت نشده. خب پیکان یا
دیو سیلو پیکان فکر نکنم دیگه. قبل سویچ خیلی خاصی که نیست ولی این دیوه. پیکان دیگه خیلی ساده بود درست. چی سویچه؟ اوریون خیلی قدیمیه. فکر نکنم سویچش انقدر پیش رفته باشه. درسته. یه چیزی شنیدم در مورد عجیب بودن سویچ های رنو. اگه این به عنوان سویچ عجیب باشه این هم رنوه، همون تالیسمان. درست. این سویچ بریلیانسه، اون آریو فکر کنم. درست بود. جالبه. اینم پس هم هایلوکس دیگه، چون بنز میگم یه آرم بنز روی سویچ هست. اونم یه آرم هست البته ولی یه نیسان سویچه میبینم. دوتاش نیسانه. خوشخیلی هر کدوم قدیم تره. مال مورانو داره. مورانو. بعد این که این میشه یعنی دناینه سویچش. چه دیگه جالب. درست بود. پراید دیگه تابلو هستن. سویچ کذایی. خب این آرم پژو داره ولی هر دوتاش هم پژوه. پژو این چیز دیگه. پژو قدیمیه. اون آردی بود فکر کنم 405. خب هیوندایه. خیلی هیوندایه. سوناتا بی ام وست ولی دوتاش بی ام وست. فکر کنم M1 اون M5 این مال M5 بود. خب این حالا L90 این یکی نیسان جوک. حس میکنم لوگوش لوگوی نیسانه. آره این سویچ هستن. خلاقیت چی بوده این؟ عرض به حضورتون من میگم اینجوری شاهین. تارا رو که دیدیم. آره اینم یه رنگ آبی دارم توی اون پیکسله میبینم. این رنگ آبیه نشان از میوه است. این چیه؟ نمیدونم واقعا. اصلا نمیدونم. این بود. خب پراید یا کویک یا تیبا. چیز کویک مال تیبا بود. این که پارسه دیگه. از هرمن از شمس. این یکی هم خب اون کادنزا کیاه. این هم دوتاش کیاه. خیلی سخت شد. من میگم اون چیز سراتو. دوتاش لکسوسه. نه اون کمریه. این مال لکسوسه. ببین فرم اون جای کلیدش خیلی شبیهش بود. لکسوس NX بود یا RX بود نمیدونم. این شیشه عقب میفهم 407. این NVM چیز X22. خب اینو فکر کنم اسپورتیج. خیلی سخته. این دوتاش یه برنده. اسپورتیج اینی که 100 پیکانه چون خیلی ساده است. آرم پیکان هم اینجوری دارم میبینم. خب ببین میگم بنز یه جور خاصی. این دایره فکر کنم همون لوگوی بنز روش رنگ آوردین.
بنزه. خب و از عجایب سویچ های مگان یا هم سویچ های شرکت رنو هم یکی سویچ های کارتی میزن. این لاماری یا X90 لاماری بود. این یه مال سانتافه است. خدای سویچ کویک این بود. خیلی سخته. فرانسویه. دوتاش فرانسویه، نمیتونم حدس بزنم. آها خب این دوتا ماشین چقدر شبیه همن. این ام جیه، این رنو فلوئنس. خب حال رنو دیگه کارتی بود. یکی هم این اگه اون لکسوس RX NX اون شکلی بود، این هم احتمال مال همین. نه اونم لکسوسه. سخت شد. اوکی. همینجوری که داشتم نگاه میکردم فهمیدم اصلا نمیتونم تشخیص بدم. یعنی فکر میکردم از رو سویچ میشه مثلا بفهمیم مال چه ماشینیه، ولی مخصوصا ایرانی ها اومدن یه جورایی اون تناسب از بین بردن. یعنی مثلا مال کویک اصلا شبیه اون جسه و قواره کویک نبود و اومدن همینجور زدن دیگه. گفتن خیلی خوب مثلا میگم لامبورگینی اومده اینو زده، این الگو رو پیش گرفته، خب ما هم مثلا برای تیبا و اینا همینجوری الگویی میگیریم. و اینا ایرانی‌ها که خیلی سخت بود تشخیصش. از همه عجیب‌تر سویچ‌های رنو بود که کارتی بود و به نظرم این جنگولک بازی‌ها مال چینی‌هاست. یعنی سویچ خیلی خیلی خاص و اینا مثلا لاماری و اینا، ولی خب خوبه دیگه، سویچ قشنگیه. و اون میله که حالا نبود، حالا اون کلیده جالب بود که هیچ خاری نداره. یعنی هیچ خانی شاید بهتره، یعنی هیچ خانی نداره. اینا فکر کنم همینجوری صرفا تکیه‌گاه یا مثلا این پروسسورشه، نمیدونم میله چجوریه. برام بنویسین بگین این چجوریه که این سویچ های مثلا هایلوکس بود فکر کنم، هایلوکس قدیمی اینجوری بود که یه بدنه داشت و یه میله ازش شده بیرون، مثل کلیده ولی خب هیچ خانی نداره. برام خیلی جالب بود. یه همینجور ایده هایی رو برای ویدیوهای بعدی اجرا میکنم، توی همین کانال آپلود میشه. اگه میخواین از دست ندین کانال رو سابسکرایب کنین که براتون بیاد و قراره خیلی روی موضوعهای طراحی و اینا کار بکنیم. ایده های جالبی دارم. تا ویدیوی بعد.